درود ارادت خدمت تمامی کاوشگران و همراهان همیشگی شرکت بازرگانی آراس تجارت. بنده سیدعلوی هستم. دوستان عزیز، سیستمی که در پیش رو می‌بینید سیستم گنجیاب طلایاب 5 کاره GAX 8500 سخنگو، یکی از پرمخاطب‌ترین و موفق‌ترین سیستم‌های حال حاضر در ایران که به تضمین موفقیت این سیستم تقدیمتون خواهد شد. و عرضم خدمت شما که این سیستم یه سیستم پک کامل 5 کاره که نیاز به هیچ مکمل دیگه ای رو نداره و یک سیستم هوشمند تمام اتومات هستش. ساخت شرکت آژاکس امریکا که 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش رو تقدیمتون خواهیم کرد. عزیزان توجه فرمایید که ویژگی‌های این دستگاه شامل ردیاب آنالوگی دیجیتالی که شعاع 1500 متر مربع رو ردیابی میکنه، همراه با تفکیک تمامی فلزات با ارزش و بی ارزش و همچنین حفره‌های با ارزش و بی ارزش و همچنین سنگ‌های قیمتی و کاوش قبر و استخوان. دارای 4 فیلتر حذف ذرات هستش که به صورت اتومات و دستی تمامی املاح‌های معدنی مزاحم رو براتون حذف میکنه، مانند سیلیس، ذرات، ریشه درخت، زغال سنگ، خشت، سفال و حتی سنگ‌های فرکانسایی رو. و یک فیلتر نویزگیر برق داره که تو حوالی دکل فشار قوی و دکل‌های مخابراتی هم میتونید از دستگاه بهره ببرید. قسمت بعدی دستگاه سنسور نقطه زن دستگاه که این سنسور هستش، سنسور GPR نقطه زنی که به 3 جهت میتونید سنس بگیرید: کف، دیواره و سقف. قابلیت نقطه زنی هم از روی سطح زمین رو داره و هم از داخل زمین، جایی که حفاری کردید، تونل، راهرو، اتاق و یا غار مسیر رو گم کرده باشید، میتونید سنسور رو انتقال بدید پایین، دوباره براتون کاوش و سنس رو انجام بده. که مهمترین ویژگی این سنسور نقطه زنی هستش که تحلیل آنلاین بهتون میده و هم حفره یاب و هم فلزیاب. یعنی اینکه شما جایی که نقطه میکنید در جا خود دستگاه آنلاین تحلیل میکنه حفره و فلزی که گرفتید با ارزش یا بی ارزش که دیگه خطای اپراتوری و حفاری بیخودی نداشته باشید. قسمت بعدی دستگاه سنسور اسکنر 4 سنسوره 3D سه‌بعدی که قابلیت تصویربرداری روی موبایل و روی لپتاپ رو داره که شما به صورت سه‌بعدی تا عمق 15 متر میتونید تصویربرداری کنید. و قسمت بعدی قسمت لایو اسکن که میشه ویدیو اسکن زنده، به صورت 2 بعدی روی خود LCD دستگاه تصویر براتون به نمایش میکشه و تا عمق 15 متر هم با همین سنسور 4 سنسور لایو اسکن کارو براتون به نمایش میکشه. و قسمت بعدی دستگاه یونیاب دستگاه که آخرین آپشن این دستگاه هستش، برای آنالیز منطقه کاربرد مهمی رو داره که تا برد 20 متر یونیابی میکنه برای آنالیز منطقه. یعنی که شما زمانی که وارد یک منطقه‌ای شدید، قبل از اینکه شروع کنید به اپراتوری قسمت یونیاب رو انتخاب میکنید. یونیاب منطقه رو آنالیز میکنه، آلایندگی یون از حفره و فلز تو منطقه ببینه اجازه اپراتوری بهتون میده و اگر آلایندگی یون تو منطقه نبینه محیط رو برای اپراتور پاک میدونه که دیگه اپراتور وقت بیخودی برای دستگاه زدن نذاره. 1 سال گارانتی، 5 سال خدمات پس از فروش و آموزش 0 تا 100 اصول اپراتوری به صورت رایگان انجام داده میشه و به علاوه پشتیبانی پس از فروش که شما تو هر شرایطی نکات اپراتوری یادتون رفت میتونید تماس بگیرید، دوباره راهنمایی از طریق پشتیبانی انجام داده خواهد شد. و 2 ساعت شارژ میشه و 8 ساعت استفاده مدام میتونید از دستگاه بهره ببرید. و متعلقات این دستگاه شامل دستگاه مادر که به 4 زبان مختلف سخنگو هستش، به زبان فارسی، عربی، ترکی و انگلیسی که تنظیمات و تفکیکات دستگاه رو بیان میکنه و آپدیت 2024 هستش. و سنسور اسکنر 4 سنسوره، سنسور نقطه زن GPR، شارژر، دسته ردیابی و 4 آنتن برای ردیابی و یونیابی. یک دستگاه جمع و جور که تردد بسیار راحتی رو بهتون میده. انشالله که موفق و پیروز باشید. جهت ثبت خرید و مشاوره حتما با شماره تلفن روی تصویر تماس حاصل فرمایید. عزیز